سلام، این یک تربچه است، یک تربچه ترکیه‌ای. البته تربچه که نمیشه گفت، اون چه کوچک رو باید ازش برداشت و همون مثل خودشون ترب قرمز گفت. فکر نکنین اینا رو با مواد شیمیایی اینقدر بزرگشون کردن، نه، اینا بذرشون ذاتاً اینجوریه و ترب هستن، ترب قرمز. اینجا هم یه سوپرمارکته در یکی از خیابون‌های استانبول که معمولاً جلوی سوپرمارکت‌های بزرگ تره بار هم دارن. حالا باید چند تا از این تربا رو سوا کنم و به سبد خرید اضافه کنم. آخه صبح که از خونه می اومدین بیرون، از شما چه پنهون آبگوش گذاشتن که وقتی ظهر برمیگردیم بی غذا نباشیم. جاتون خالی. اینم یه ترب تمیز و شسته شده خانوادگی. حالا باید برم برشش بزنم و تکه تکش کنم. و اینم جناب ترب برش زده شده. این تربا بافت خیلی لطیفی دارن، بسیار خوشمزن، اصلا ذره ای از ریشه یا اینکه بخواد حالت پوک بشه داخل اونو ندارن و با تمام غذاها حسابی میچسبن. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین و منو از کامنت های خوبتون بی‌نصیب نکنین. در پناه خدا.